تا حالا قلب و مغز لباسشویی رو دیده بودید؟ تو قسمت پنجم قرار موتور برد لباسشویی رو جا بزنیم. برای گذاشتن برد از این قسمت رد میکنیم. به این حالت داخل میکنیم و این رو میاریم پایین مقداری و بعد پیچه اون رو ببندید. هنوز پایین نیومده دوستان، باید دقت کنین که زیر این برد هم این قسمت هم باید یه همچین چیزایی داره که باید قشنگ جا بخوره. الان کاملا اومده پایین و میتونید پیچه اون رو ببندید. 2 تا یا 3 تا پیچ داره. الان 2 تا پیچ داره، یکی در بالا یکی در پایین. برای بستن روتور و استاتور باید سیم‌ها اون رو ببنده قبل از اینکه این رو جا بزنه. دقت کنید که سیم‌ها رو اگه برعکس جا بزنید جا نمیخوره. نحوه صحیح جا زدن اون الان به این صورت هستش. حالا روی سیم‌ها مشخص میشه که الان من اینو هر چقدر فشار بدم داخل نمیره، در آخر میشکنه، ولی نحوه درست اون به این صورت هستش. برای گذاشتن باید دقت کنید و باید حتما تنظیم بشه. به این قسمت اگه دقت بکنید مشخص میشه. و بعد پیچ‌های اون رو ببندید. ابتدا پیچ بالا رو میبندید و بعد پیچ‌ها رو دونه دونه میبندید. بعد از گذاشتن استاتور و بستن پیچ‌های اون باید روتور رو بذارید که وقتی که روتور رو بذارید امکان داره داخل نشه، میتونین در بیارین دوباره بذارین که مقدار راحت تر داخل بره. این شیارا کاملا بره داخل این قسمت شافت سنظام. یعنی این رو مثلا در میارین و الان دیدین داخل رفت، یعنی با دست داخل رفت، نیاز نداشت که من حالا خودم این کار رو انجام بدم با پیچی که داشت. ولی اگه اشتباه جا بزنین اینا ساییده میشه، خراب میشه. الان من خواسته باشم در بیارم، خیلی به سختی در میاد. روتور و استاتور بسته شده و سیم‌های خازن هم این نوزگیرش هم بسته شده و این رو باید داخل اینجا قرار بدیم و پیچ اون رو ببندیم و بیشتر قسمت ها بسته شده.